شاید همیشه فکر بکنی که جمع کردن اعداد کار خیلی ساده‌ایه و خیلی خوب میام اونا رو زیر همدیگه مینویسم، با همدیگه جمع میکنم. اما رفیق قراره امروز یه تکنیکی بهت یاد بدم که ذهنی در عرض 5 ثانیه هر عددی رو با همدیگه جمع بکنی. نهایت ماکسیموم 10 ثانیه بیشتر ازت وقت نمیگیره. تا انتهای ویدیو رو نگاه کن. برو بریم. Hey guys, what's up؟ خیلی خوش اومدید. چنل خودتون اکتیو دیو برگشته با یه ویدیوی خفن. برو بریم پسر. امروز قرار یاد بگیریم چجوری در کمترین زمان ممکن هر عددی رو با هم دیگه جمع کنیم مثل این قطار رو. پس تا انتهای ویدیو رو با من همراه باش. خیلی خوب. آقا همیشه می اومدی از چپ به راست جمع می کردی. من میخوام بگم اون روش رو بریز دور، اونو کلا بذار کنار. بیا با من همراه شو. بذار این بار همیشه از راست به چپ جمع می کردی. آره. و این بار قراره بهت بگم که بیا با من همراه شو، بذار از چپ به راست این بار با هم دیگه جمع بزنیم و ببینی که چقدر کار راحت تر و خفن تره. 3 به علاوه 2 5، 1 به علاوه 7 8، 5 به علاوه 3 8 و تموم. 4 به علاوه 7 11، 8 به علاوه 1 9، 2 به علاوه 6 8 و تموم. این قطار رو چجوری با هم دیگه جمع کنم؟ بازم مثل همون پسر. 3 به علاوه 4 7، 7 به علاوه 7 14، 14 به علاوه 5 19. اینو اینجا نگرش دار. 6 به علاوه 8 14، 14 به علاوه 3 17، 17 به علاوه 4 21. اینم نگرش دار. 9 به علاوه 2 11، 11 به علاوه 6 17، 17 به علاوه 8 25. حالا این عدد رو چجوری اینجا بنویسم؟ خیلی خب. بیا از سمت چپ، از سمت راست 5 رو نگه دار، 2 رو بیاریم ور. 2 به علاوه 21 23، 3 رو نگه دار، 2 رو بیاریم ور. 19 به علاوه 2 21 و تمام. به همین راحتی. دیدی چقدر قشنگ میشه با هم دیگه جمع زد عددا رو؟ خیلی کوتاه، خیلی خفن، خیلی معرکه پسر. ویدیو رو واسه رفقات شیر کن، لایک و بکوبون، سابسکرایب و بچکون، کامنت خوشگله رو یادت نره. دمتون گرم این ویدیو رو با رفقاتون به اشتراک میذارید. مرسی که منو همراهی میکنید. دوستتون دارم. تا ویدیو دیگه. یا علی.